7 ایده گرم و جذاب برای دکوراسیون خانه در فصل زمستان. اولین ایده استفاده از پتو و پوسن‌های زمستانی. شما میتونید از پتو با بافت روی کاناپه یا تخت استفاده کنید. همچنین پوسن‌هایی که طرح‌های زمستونی دارن. نورپردازی با شمع و چراغ‌های کوچیک. میتونید از شمع‌های معطر استفاده کنید، همچنین از چراغ‌های رشته‌ای برای ایجاد حس گرما. اضافه کردن قالیچه در کنار تخت یا مبل باعث میشه که فضا حس گرمتری داشته باشه. ترکیب رنگ‌های گرم توی دکوراسیون مثل قرمز، نارنجی، طلایی و یا قهوه‌ای حس گرمای بیشتری رو به فضا میدن. یه گوشه دنج با یه صندلی راحتی با یه پتو و چراغ مطالعه میتونه فضای دنجی باشه برای مطالعه یا استراحت. شما میتونید از یه سری وسایل تزئینی مثل استیکرهای برف برای تزیین پنجره‌ها استفاده کنید. پرده هایی که بافت زمستونی داره رو انتخاب کنید تا حس گرمای بیشتری رو ایجاد کنه. این ایده ها نه تنها خونه رو زیباتر میکنن، بلکه حس آرامش و صمیمیت بیشتری در فضای خانه در فصل زمستان به وجود میارن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و تا ویدیوهای کاربردی دیگه با من همراه باشید.